اولین کسی که انتحاری کرده در افغانستان، برین به قولی که خود صدیق مسعود در کتاب صدیق مسعود نوشته که احمد شاه مسعود بود. اون بز ملی بود. اولین کسی که در کل تاریخ افغانستان مکتب بسته کرد، اون مسقو لعنتی بود. اولین کسی اساس نظامنامه امانی را که قانون جور کرد، اولین قانون اساسی یا مادر قانون اساسی افغانستان بود، او را بسته کرد. اینمی سقو لعنتی اینمی مکاره کرد. اینمی مکتب بسته کرد، بجاش تکفیرنامه نوشته کرد. زن و مرد کل یک در خارج رفته، دخترها و بچهای جوانی که برای تحصیلات رفته بود که علم و تکنیک یاد بگیره، بعد افغانستان مستر خدمت شوه. زنها و دخترها کلش همراه بچه‌ها طلب کرد، کل دخترها را به سربازای دزد خود داد، یا تجاوز کرد سرش، یا زنا کرد، یا کشتش. اینم این بچه سقو بود. اولین قاتل زنای افغانستان بچه سقو بود. برین تاریخ بخونی، واز بکنی تاریخ. اولین تکفیرنامه را گفته اون کی نوشته کرد؟ بچه سقو لعنتی نوشته کرد. شما اگر تاریخ نخوانی، فقط در گوگل است کتاب است بخونی. اولین انتحاری کی کرد؟ به قول یونس قانونی، اینمی یونس قانونی و تیم شورای نظار به رهبری بوز ملی بود که گفت برین سالنگه بزنی. ویدیوش تو هست، تنها ورق کتاب خونیست. نسل بی پستانه، نسل بی جیجی، تو تنه میزنی، تو بر من زبان میگی. لعنت به مشرفت، لعنت به مو زبانی که امروی تو هم زبان باشم. بچه پشتونی که پشتو گپ میزنه مثل تو بیادب گستاخ نیست. نسل بی جیجی خمر داو نمیزنه. قوم گفته خود چیزی نمیگه، نقد میکنه، میزنه، مستقیم روبرو کرده میشه. مام کش روبرو می شاخ شدیم، یا او زده یا ما زدیم، ولی گفتین داود اشنام به زبانم نداده مرا. هر اونچه حرف رکیک است از توی لعنتی کثیف مرتد نجس آیفون 14 اوف است که به نام زبان مرا میزنی. تو امروز چند تا بچه هزار میگه ولی ما و شما هم زبان هستیم، او پشتون و زبانش پشتوست، فرق نداره بر ما زبان کافر باشه، زبان هر رقم باشه، ولی مثل توی کثیف نباشه که هم زبان است. تو تنه میزنی بر ما چی بکنم؟ دو زبان شاشیدم، ریدم دو زبانی که گفته این که تو هم زبان هستی، ولی صبح تاشم تو نسل بیجیجی بر ما داود اشنام میزنی. نسل بی پستان، نسل بیجیجی. به نام زبان تو تنه میزنی، به نام همزبانی تو در رکیک میگی، به نام همزبانی تو حرف زشت میزنی، ولی اون مو پشتون یک دفعه نامده به نام چیز به زبان ما حرف نزده. او زبان ما را یاد گرفته، نوش جانش آفرینش، زبان خود 2 تا زبان یاد گرفته. توی کثیف 1 تا زبان با اون زبانت مرا تنه میزنی، دشنام میتی، ولی اون مو پشتون با اون زبان خود مرا اگه میکشه میشه زدیم، ولی گفته مرا داود اشنام حرف رکیک نزده.